So it's a great day. A group of athletes and their coaches come from Tehran, which is our sister city, which hasn't been active for the years, but now that we're together, we could build for a future that's brighter. So on behalf of the city of Los Angeles, I want to especially welcome all the athletes and the coaches, and especially the United States volleyball team. Sport, music, art, dance brings peace to the world, and we know we all want peace. Did you watch the game? I had to take care of something my wife wanted me to, so I couldn't. But it's in the Facebook. I know, it's in the Facebook. It was a great. I know. It's anytime we get together, sports so important. And volleyball, a great match, and so I'm just happy that all this took place. And we welcome this because it's cultural exchange is so important. I'm proud of the State Department and their efforts. Proud of President Eisenhower and the People to People program for sister cities. So it's all one. And we want to thank you on behalf of Iranian for being such a kind person and always open the door in Iranian community. Well, thank you very much. That's what Los Angeles is all about. It's about all the people. And this is a daughter of an immigrant who is now a proud member of our community, a neighborhood activist, someone who gets things done, Sheila Irani. So that's the great thing about Los Angeles. People come here and they find with hard work and good luck they can make their way. من داورزنی هستم، رئیس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران. اینکه این فرصت فراهم شد که در خدمت شما باشم تشکر می‌کنم. ما از شما تشکر می‌کنیم، چه بازی قشنگی بود و واقعا افتخار می‌کنیم به بچه‌ها، چقدر انرژی مثبت بود، همه چیز عالی بود. خودتون راجع به این بازی چه فکر می‌کنید؟ عرض کنم خدمت شما، خب می‌دونید که بازی دوستانه شرایط خاص خودش رو داره برای هر دو تا کشور، هم دو تا تیم ملی ایران و امریکا، برای آماده‌سازی تیم برای مسابقات قهرمانی جهان که در ماه سپتامبر برگزار میشه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. طبیعتاً نتیجه خیلی مهم نیست تو این مسابقات، مهم این است که کادر فنی و سرمربی‌ها بتونن از این فرصت استفاده بکنن، به بازیکن‌های مختلف میدون بدن تا این بازیکن‌ها بتونن تیم رو آماده‌تر بکنن برای مسابقات اصلی که در پیش دارن. خب طبیعتاً ما 3 بازی دیگه در اینجا خواهیم داشت. نتایج بازی متفاوت خواهد بود. ترکیب تیم هم متفاوت خواهد بود، چون احتمالاً بازی فردا و بازی پس فردا شرایط متفاوت تری نسبت به بازی قبل داشته باشه. خب من جا داره اینو بگم که خب تیم ایران الان در زمره 4 تیم برتر دنیاست و یکی از بهترین های دنیاست. به دعوت فدراسیون والیبال امریکا به اینجا اومده و میدونید که سال آینده ایران و امریکا در یک گروه هستن. 2 بازی در امریکا ما خواهیم داشت و 2 بازی هم امریکا در تهران خواهد داشت. برای همین برای آماده‌سازی بهتر تلاش کردیم که خب شرایط رو فراهم بکنیم که هم قبول کردیم اومدن به اینجا رو و هم علاوه که اخماق برای تیم ما شرایط سخت بود برای اینکه بعد مسافت رفت و برگشتش برای ما کمی با توجه به اینکه بلافاصله ما از اینجا که برمیگردیم 3 روز بعد به بلغارستان بریم و با برزیل بازی تدارکاتی بکنیم و بعد به لهستان بریم، یک کمی سخت بود، ولی برای اینکه آماده تر بشیم برای سال آینده که مسابقات اصلیمون اینجا برگزار میشه، هم کادر فنی و هم بازیکن‌ها دیگه این شرایط رو فراهم کردیم که بیان اینجا و از نزدیک شرایط رو ببینن. مطمئن هستم که با توجه به اینکه برای اولین بار هست که تیم ملی والیبال ایران به دعوت امریکا به اینجا میاد و از اون طرف هم در یک گروه قرار گرفتیم، از این به بعد بازی‌های زیادی رو در میدان‌های مختلف با تیم ملی امریکا خواهیم داشت و این خب افتخاریش برای جوانان خیلی خوب ما که دل هموطنانمون رو در امریکا شاد بکنن، چون من شاهد حضور بسیار بسیار خوب هموطنانمون در سالن مسابقات در بازی اول بودیم. با توجه به اینکه به منم خبر دادن که برای بازی دوم هم همه بلیط‌ها فروخته شده و من مطمئن هستم که فکر می‌کنم 90% سالن رو باز هموطنان خوبمون در اینجا به خودشون اختصاص خواهند داد. خب شاد کردن دل اینها و احساس رضایت در دل هموطنانمون و ایجاد لبخند بر لبانشون جزو اهدافی است که ما دنبال می‌کنیم که امیدوار هستیم به این نتیجه هم برسیم. البته من این رو بگم که ما در سال 2014 به دلیل با توجه به تعداد تماشاگرمون چه مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق بیننده ها آمار بسیار خوبی رو داشتیم. بیننده مستقیم ما در استادیوم‌های ورزشیمون بالاترین آمار رو در لیگ جهانی داشت. ما 72,000 بیننده داشتیم مستقیم در سالن برای 6 تا بازی. لهستان بعد از ما 70,000 تا تماشاچی داشت
و من مطمئن هستم که تیم ملی امریکا که به ایران خواهد اومد در سالن 12,000 نفره مثل مسابقات قبلی ما بیش از 15,000 تماشاچی رو خواهند دید و من افتخار میکنم به همه هموطنان خوبمون که با تمام وجود اومدن توی سالن سرود ایران رو خوندن و از تیمشون حمایت کردن و این جز افتخارات ما ملت ایران هست که این انسجام و همدلی در بین مردم خوبمون وجود داره و از تیم ملیشون حمایت میکنن. مطمئناً این کار بارها و بارها در آینده تکرار خواهد شد و همه بچه‌های ما تلاش میکنن که این احساس غرور ملی رو در دل هموطنانمون زنده بکنن و ارتقا بدن. واقعا احساس غرور میکنم و تبریک میگم به این تیم بسیار بسیار عالی که با خودتون همراه آورده بودید. بازی بسیار زیبایی بود و همونطور که فرمودین این ارق ملی که همه ایرانی‌ها داشتن، به خصوص جوانایی که بیشترشون اینجا به دنیا آمده بودن ولی اومدن و چقدر قشنگ با پرچم ایران صورتاشون رو نقاشی کرده بودن و چقدر زیبا قشنگ بود. واقعا افتخار میکنم به تیم ایران. بسیار بازی خوبی بود. انشالله که برنده با توپ طلایی برگردن به ایران. مرسی خانم تهرانی. من جا داره که از این فرصت استفاده بکنم از همه هموطنانی که به ویژه دوستانی که الان حضور دارن، آقای خراسانی و آقای بختیاری و تعداد زیادی از آقای سمنانی که شرایطی رو فراهم کردن که تیم ایران بتونه خیلی راحت بیاد. همچنین از همه همکارانمون در فدراسیون والیبال امریکا و دوستانی که فسیلیتی لازم رو فراهم کردن که تیم ایران به اینجا بیاد و ساپورت کردن به هر شکلی که مسابقات به نحو احسن بتونه برگزار بشه. به نوبه خودم تشکر بکنم و دستمریزات به همشون بگم چون واقعا وقت زیادی رو گذاشتن، هزینه کردن و از تیم کشور خودشون اونایی که ایرانی بودن و از اون طرف هم همکاران ما در فدراسیون والیبال امریکا هم همه این امکانات رو به گونه‌ای فراهم کردن که به نحو احسن این میزبانی شکل بگیره و ما انشالله مطمئن هستیم که دوستان ما میدونن که ما در تهران جبران خواهیم کرد این میزبانی دستش بودن. خواهش می‌کنم. فقط تشکر می‌کنم از همه ایرانیایی که آمدن و دولت امریکا که تسهیلات فراهم کردن که این بازی انجام میشه. سلام عرض کردم به تمام عزیزان. فقط میتونم بگم یکی از خوششانس‌ترین و خوشبخت‌ترین ایرانیایی بودم که افتخار آشنایی و همکاری با عزیزان داشتن با تیم والیبال ایران، تیم کشتی ایران و افتخاری بوده برای من و آرزوی موفقیت برای تمام این دوستانی که همیشه میان اینجا دارم و کوچکترین کاری که میتونستم برای عزیزان بکنم این کاراشون رو راحت بکنم که انشالله به زمین که میرسن بتونن بهتر به کاراشون برسن. افتخاری بوده و قشنگترین صحنه‌ای هم که شما فرمودین که ایرانیایی که خیلی میان به سالن ورزش، قشنگترین صحنه هم که من دیدم میدونید بیشتر از 80-90% سالن هموطنا بودن که اومدن این بازی رو تشویق کنن و موقعی که بازی متاسفانه خب ما 25-23 عقب بودیم، هیچکی معمولا وقتی که به آخر سرو میرسه همه تشویق تیمشون رو میخوان تشویق کنن، هیچکی تشویق نمیکرد. خود این پی ای انانسر شروع کرد گفت USA همین که گفتن یه رفته 10,000 ایرانی ایران و یک قشنگترین صحنه بود که من تو این چندین سالی که اینجا بودم افتخارش بودم که تماشا کنم. تبریکی دارم برای فدراسیون والیبال ایران و افتخاری بود که واقعا تشریف آوردن آمریکا و بسیار خوشحالم که واقعا این مسائل یعنی این برنامه‌ها داره شروعی هستش که بتونه این ریلیشنشیپ ایران با آمریکا درست بشه و بتونن واقعا به این طریق بتونیم نزدیکتر و نزدیکتر بشیم با هم و بسیار خوشحالم و پرادم هستم. بسیارم خوشحالم که تیم ایران بسیار خوب بازی کردن و انشالله بتونیم برگردیم ایران و بتونیم همین پذیرایی که اینجا شده از ایرانی‌ها و مطمئنم که اینجوری خواهد شد در ایران. قربونتون برم. خب دوستای عزیز، ما همونجور که میدونین تو سیتی هال هستیم که والیبال ایران، مربیای والیبال ایران اینجا هستن. خدمت یه پسر جوان خوشگل و خوشتیپ ایرانی هستیم، آقای دیوید که خیلی هم خجالتیه و ما میخوایم ببینیم که این دیوید پسر جوان که اینقدر به ایرانی‌ها کمک میکنه، دلش برای ایران و ایرانی میتپه، یه کمی با ما صحبت کنه ولی گفته که میخواد انگلیسی بگه. دیوید جان، های، how are you؟ حالا شما مرسی، دست شما در نکنه خانم تهرانی، مرسی واسه همه چیزی. I just want to say what a great relationship it is to have cultural exchanges, person-to-person relationships with each other. It's a big joy to our community as Americans, as Iranian Americans, to have this team here as
as a cultural support to us, and I hope that both sides get a great deal out of this and that we continue to grow as a society together. Well, thank you so much, David, for all your help. Anywhere there is Iranian event, you are there. But you work behind the camera, behind the scene. I do my best to support the great things that we all do here, and the work that we do is to move our community forward always. But I work for the Department of Water and Power, and I just I do government affairs for them, and I'm at City Council all the time. I ended up coming here today and was joined by such great people here. So. Can we ask you to decrease the water price? Unfortunately, it's going up. Unfortunately. Thank you. خبر خوبی که براتون دارم، تو برنامه‌ای که توی تلویزیون خوب شما اجرا خواهیم کرد، اولین کسی رو که میخوام بیارم آقای دیوید رحیمیان خواهد بود که واقعا اینفورمیشن‌های مفیدی راجع به همین آب و برق به بینندگان خوب شما خواهند داد. ما افتخار میکنیم که پسر جوانی مثل دیوید همچین پوزیشنی توی سیتی داره. البته دیوید میدونین که قبلا مشاور شهردار قبلی لس آنجلس بوده، یعنی با این سن کمی که دارن، بله، الانم تو واتر اند پاور پوزیشن منیجمنت و بسیار واقعا ما بهش افتخار میکنیم و بسیار نه تنها پوزیشن بالایی داره، شخصیت بالا داره که همه جا هست و ایرانی رو سپورت میکنه. دوستای عزیز، در خدمت خانم شیلا هستیم. ازشون خواهش میکنیم خودشون رو معرفی کنن و بگن چرا اینجا هستن. شیلا خانم، hi, how are you? Very well. How are you? I know you're Iranian, but you born over here, you raised over here, so it's very hard for you to say in Farsi. Farsi man, خوب نیست. Okay. All right, then say it in English, we translate. Okay, thank you very much. No, I got involved with the State Department in order to honor the United States as well as the Iranian Volleyball Association today through the council chambers. And so the Councilman Tom Labange, who is my former employer, and I'm running as a candidate to when he terms out for his position. So he did me the honor of able to do a resolution for the two teams.